بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. یاران سخنشناس و شنوندگان با احساس بزم شاعران، پیش از هر سخن درود گرم و سلام صمیمانه‌ام را نثار شما می‌کنم. امروز در بزم شاعران یک طبیب دانشمند میهمان ما هستند و این میهمان گرامی آقای دکتر حسن اسماعیل بیگی هستند و شاعران عزیز این هفته عبارتند از آقایان دکتر داریوش صبور، نیاز کرمانی و هاشم محجوب. نوازنده هنرمند بزم آقای فرهنگ شریف و خواننده ما آقای ایرج هستند. بیان کنندگان اشعار خانم ژاله و آقایان رضاییان و امیر نوری خواهند. تهیه برنامه‌ام به عهده آقای عبدالحسین فهیم است. اما پیش از اینکه برنامه را آغاز کنیم باید عرض بکنم قرار ما بر این بود که بنا به امر شما اشعار خوانده شده و مورد علاقتان در این برنامه تکرار بشه. از میان اشعاری که مورد تقاضا بوده قطعه شعر ای خدا بود که در هفته پیش تکرار شد و قطعه شعر دیگری که تقاضای تکرار آن شده است شعری هست تحت عنوان آخرین جرعه این جام از فریدون مشیری که در اولین هفته بزم خوانده شد و حالا آقای رضاییان آن را بیان خواهند کرد و بعد می رویم بر سر اصل برنامه. همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب؟ چیست در همهمه دلکش برگ؟ چیست در بازی این ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال؟ چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ چیست در کوشش بی حاصل موج؟ چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری؟ نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، نه به این خلوت خاموش کبوترها من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد،
نفس پاک شقایق را در دامن کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم می بینم. من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را، تنها تو بدان. تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب. من فدای تو، من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند. اینک این من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز. تو بگیر، تو ببند، تو بخواه، پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان. تو بمان با من، تنها تو بمان. در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است. آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. این بود قطعه شعری که شنوندگان عزیز تقاضای تکرار آن را کرده بودند و حالا آقای دکتر اسماعیل بیگی باید برنامه ما را آغاز بکنند. آقای دکتر، جناب عالی اولین طبیبی هستید که میهمان بزم ما هستید و من میل دارم صحبت یه جور شروع بفرمایید که شاید ارتباطی برقرار بفرمایید بین شاعر و طبیب. اگر هم که در این مورد مطلبی ندارید این مطلب آزاد بفرمایید تا بعد اگر سوالی بود. خیلی متشکرم از لطف دوست عزیزم آقای سهیلی که وسیله فراهم کردن که از این بزم با لطف و شیرین این هفته من استفاده کنم و در شرکت بکنم. اما مسئله بین رابطه بین طبیب و ادبیات یا به طور کلی شعر، فکر میکنم اکثر اطباء به علت داشتن یه حرفه‌ای که خورده مشکل و سخت و شاید خشن باشه، برای جبران و ناراحتی با شعر و ادبیات سر کار دارن و حتی بین طبیبا شاعرای بسیار نامی در خارج از ایران و در خود ایران داریم. یکی استاد و معلم خود من آقای دکتر قاسمی است که همه همکاران میشناسن. بله. خود من به
شاعرای ایران علاقه‌مندم، گاهی تکست‌های ادبی یا از شاعرای فرانسه رو همیشه قبل از اینکه واقعا کار روزانم تمام بشه و بسته برم از شعرها استفاده میکنم و به خصوص مقداری از اشعار خود آقای سهیلی رو از حفظم و دوست دارم و علاقه داشتم. اما مسئله که من اینجا مطرح کنم واقعا به گرمی بزم شما افسوده چیزی به خاطرم نمیاد که بگم که متناسب با این بزم باشه. اگه خود من راهنمایی کنی در چه زمینه‌ای میتونم حرفی بزنم که به این گرمی این بزم اضافه کنه، در اختیار شما هست. این سوال نیست، حالا نمیدونم این سوال وارد نیست یا هست، می‌خواستم از آقای دکتر بکنم چون آقای دکتر طبیب قدرت مترشح داخلی هست. من رو قده میخوام سوال بکنم که گوات آقای دکتر من دیدم بعضیا مبتلا هستن که مبتنی بر قصه های زیاده که بعضی که قصه میخورن مبتلا به گوات میشن و این انباشته شدن این غم هاست که موجب میشه یک نفر به گوات مبتلا میشه. میخوام ببینم این شعرا که این شعرشون نشتر بر آلام روحیشونه و این دردها رو میریزن بیرون، این غمها رو میریزن بیرون، اینا ممکنه اینا مبتلا به گوات بشن؟ از اون که سوالتون جالبه از نظر ادبی. البته بعضی بیماری هاست که واقعا با حرفه و شغل ارتباط داره، ولی من رابطه‌ای بین شاعری و گواتر نمیشناسم و تا حالا شاعر یا ادیبی هم که مبتلا به گواتر باشه به من مراجعه نکرد. یا واقعا تعداد شعرا اینقدر نسبت به سایر آماری هم نداریم آماری هم ندارم که نویسنده و شاعر اینا مبتلا به گوات شده. من ندارم، شاید همکاران دیگه هم داشته باشه، اما من فکر میکنم اگر واقعا شعرا به این ناراحتی مبتلا نشن به علت داشتن یک طبع لطیف و در مواقع ناراحتی استفاده از یک غزل روان و بانشاد اون تعلماتشون یه خورده تسکین بدن. همینطور که ما بعضی از بیماری‌ها قرص‌های آرام بخش بهشون میدیم و ناراحتی روشون تسکین میدن، یا شاعر در موقع ناراحتی یا غزلی میخونه یا از یه موسیقی لذت میبره، یه زمینه روحی یا آرامشی بهش میده. این آرامش به خصوص اگر مداوم باشه در طول زندگی همیشگی باشه امکان داره از بروز یک گواتری که به علت ناراحتی عصبی باشه تا حدی جلوگیری بکنه. احتمالی هست. مطمئنا آرامش روح از ایجاد گواتر جلوگیری میکنه. صحیح. پس نسختون رو به کار ببندید. بله. خب شعرها رو به کار ببندم که بستن دیگه بر. خب استفاده کردیم آقای دکتر اسماعیل بیگی از بیان سرکار و حالا خواهش میکنم که آقای دکتر صبور با شعری عزم شاعران شروع کنم. بفرمایید. آقای محجوب اول. آقای محجوب بفرمایید. اصرار لطف بفرمایید. آقای محجوب بفرمایید. مستفید بکنم. بنده اجازه فرمایید یک غزلی هست که خودم میخونم و از آقای نوری خواهش میکنم که دو بیتی دارم به نام حیرت. ایشون خواهش میکنیم. خواهش با شما افتخار می‌کنم. هر چه کردم که شوم با تو هماغوش نشد، یا کنم قصه عشق تو فراموش نشد. باده تلخ مگر عقده گشاید، ورنه کام دل حاصل من زان دو لب نوش نشد. گریه کردی که چو پروانه مرا سوخته ای، شمع من عاقبت این گریه گنه پوش نشد. گفتم ار مست شوی کام دلی گیرم، لیک گشتم از چشم سیه مست تو مدهوش نشد. سحر عمر بباید به شب تیره هجر، دیدگر باز به آن صبح بناگوش نشد. شبی از بی خودی آغوش گشودی بر ما، قسمت ما دگر آن گرمی آغوش نشد. رشک آن بوسه که زد بر لب جانان رقیب، آتشی در دلم افروخت که خاموش نشد. دامن افشان چون نسیم از بر ما دوش گذشت، به خدا غصه عمری چو غم دوش نشد. خب آقای نوری دیگه تأخیر روا نیست. تو بیتی آقای محجوب تحت عنوان چی فرمودی؟ حیرت. تمش اصلا حیرته. بر این مسئله است که بنده با یک امیدی بله به نقطه‌ای رفتم و چون در پایان اون چرا که دیدم من رو راضی نکرده بود، خواه ناخواه این رو ساختم. خود شعر ببینیم چجوری میگه، بهتر میفهمیم. البته
پس اجازه می‌فرمایید که آقای شریف هم همراهی بکنه. بله آقای شریف، وجود شریف آقای شریف هم اینجا کمک خواهند کرد. بس تشنکان در دل این صحرا، با توسن امید سفر کردم. دنبال نقش گنگ سرابی دور، جان را شکیب جوی خطر کردم. بس چشمهای روشن زهرآلود، با کام تشنه خواند بر خویشم. نوشیدم آن زلال فریبا را، اما دریغ تشنه تر از پیشم. بس راههای سخت خطرزا را رفتم که شد فریب سرانجامش. همچون امید خسته بیفسردم، زین تیرگی که عمر بود نامش. در این کویر تفزده تاریک، نبود دگر فروغ فریبایی. در این دیار ظلمت خاموشان، چشمی ندیده جلوه زیبایی. گفتم به بال باد بیاویزم، شاید رسم به وادی گمنامی. شمع وجود خیش برافروزم، بر خویشتن دوباره نهم نامی. دیدم که گرد باد بود این باد، بر محور عبث شده سرگردان. بس راههای طی شده را پوید، راهی که هرگزش نبود پایان. عمری گذشت و هیچ به جز افسوس، در خاطر از تلاش فراوان نیست. در پهن دشت حیرت بی فرجام، کس را حذر ز حمله طوفان نیست. بسیار بسیار خوب. خب آقای نیاز یا آقای دکتر صبور، حالا هر کدوم باز می‌خواید شروع فرق کنید. نمی‌کنه قربون، هر طور که آقای دکتر بفرمایید. سر حال اومدی؟ بله، بنده از اولش که شما رو زیارت کردم و دوستان عزیزم رو سر حال بودم. بله. از تحاشیتون چی بود که اول شعر نخوندی؟ نه، خواستم پیشکسوتی رو رعایت یادم کنم. قربان. آقای دکتر می‌خوام بگم جوان هستم. نه، الان عرض میکنم که اینطور نیست. الان آفتاب آمد، دلیل آفتاب خدمتتون عرض می‌شود. اگر اجازه بدید آخرین غزلی که بنده ساختم، البته شاید مال 6 ماه قبل، چون بنده خیلی کمکارم در این زمینه. غزلی است به عنوان یک سینه سخن. مثل اینکه آقای محجوب شأن نزولی هم فرمودن برای اینکه شما بفرمایید، خیلی خوبه داشته باشه. شنوندگان بدونن الهام که گرفتم. بله، چه انگیزه‌ای بوده برای اون شاعران که شعری ساختن. عرض می شود که معمولاً انگیزه شعرا در ساختن یک قطعه بیتی رباعی، قصیده‌ای متفاوت است. گهگاه زندگی خود شاعر و محاسباتی که از مجموع گذشته‌های از دست رفتش میکنه میشه که براش یه انگیزه خاصی به وجود بیاره. این قطعه هم حاصل جمع و تفریق زندگی گذشته است. حالا با اجازهتون اینو عرض میکنم تا نظر شما و شنوندگان عزیز بازوق رادیو چه باشه. از عمر بسی رفت که ما هیچ ندیدیم، افسوس که این راه به بیهوده بریدیم.
از شست کماندار قضا با همه تدبیر چون تیر خطا سرکش و مستانه رهیدیم. تا آن که یکی فهم کند درد دل ما، یک عمر بدین سوی و بدان سوی دویدیم. در جستجوی اهل دلی هرچه که گشتیم، آخر به همون جای که بودیم رسیدیم. عشقی نه که در آرزویش دل بتپد گرم، بس آه که بیمایه تأثیر کشیدیم. هرگز به دل سرد یکی شعله نیفروخت، هرچند در این کوره افسرده دمیدیم. یک سینه سخن بر لب خاموش نشاندیم، یک سینه سخن بر لب خاموش نشاندیم. یک ناله به کام دل غمگین نکشیدیم. دادیم جوانی و گرفتیم غم و درد، این بود متاعی که چنین نقد خریدیم. چون لاله به خون در دل این بزم نشستیم، با داغ جگرسوز در این دشت دمیدیم. عطریست پراکنده ز سوز سخن ما، چون غنچه ز دلتنگی خود جامه دریدیم. دردیم سراپای صبور از روش چرخ، اشکیم که از دیده تقدیر چکیدیم. خب حالا نوبت خانم ژاله است که دومین قطعه شعر سرکار رو بخونن. البته ایشون حسابی لطف میفرمایند و قدر و منزلت میدن با صدای خوش آهنگشون به شعر بنده. لطف دارین آقای دکتر، امیدوارم بتونم که حق شعر قشنگی رو که گفتین ادا کنم. جواب تعارف شما رو باید خودشون میدادن. پنجه گرم آقای شریف هم حالی میده به خواننده شعر و به شعر. هرگز نبود باورم ای صبح آرزو، آرام بر سیاهی شامم قدم نهی. برداریم سبک ز دل خسته درد را، آهسته تر به جای شبم صبح دم نهی. آرام یافت نقش خیال تو نرم نرم، بر بیکران بستر اندیشم چه گرم. اکنون تو ناخدای منی ای سیاه چشم، من کشتی شکسته به دریای ظلمتم. در موج خیز حادثه با بیم و صد امید، ای ناخدا ببین که به دریای حیرتم. سکان شکسته کشتی ما را چه می کنی؟ با کشتی شکسته به دریا چه می کنی؟ گر چیره دست و تیز فنی ای امید من نیز چیره بودم و اینسان شکستم. در انتظار قطره ای از چشم سار عشق،
با کام خشک در دل دریا نشسته‌ام. دریاست شوره‌زار و همه چشمه هاست خشک، خشکیده در میانه این نافه هاست مشک. راهم سیاه و موج غمم میزند نهیب، در این شب سیاه ندارم ستاره‌ای. تو آن ستاره‌ای که به نور محبتت باشد امید یافتن راه چاره‌ای. ای گوهر برنز بها یافتم تو را، ای ناخدا به لطف خدا یافتم تو را. ای ناخدا بیا و خدا شو برای من، سکان بساز کشتی سکان شکسته را. قشنگه ای ناخدا بیا و خدا شو برای من. خیلی خوب. با آن محبتی که فروزان ز چشم توست، مرهم گذار زخم دل و جان خسته را. میدانم ای امید فروزان جان من، میخوانی آرزوی دلم از نهان من. یک ره بریز باده ز چشمت به جان من، تا یاد این خیال بماند به خاطرم. ای صد دریغ خواب خوش است و خیال خوش، انگیزه ای که شعر نشاند به خاطرم. ای آن که در خیال منی مظهر کمال، یک وایم از جمال تو، صد وایم از خیال. ای آرزو تو شعر منی پاک و دلپذیر، یک عیب در وجود تو از آنچه هست نیست. لیکن منم که شاعرم و دل شکسته‌ام، گر شعر من شکسته تو را خود شکست نیست. متشکرم. تشویق بفرمایید. خب آقای ایرج، بعد از شنیدن اشعار لطیف دیگه حالا نوبت به آواز لطیف سرکار میرسه. برای این هفته ما چی آماده کردید؟ والا چند بیت آماده کردم در دستگاه افشاری بخونم. در دستگاه افشاری. به. خب آقای شریف، شما باز این هفته با ناخن میزنید؟ بنده یه قطعه همجور به طور عادی میزنم. حالا عادی مثل همیشه. برحال هر طور بزنید سرکار لطیف مینوازید و آقای ایرج هم گرم میخوانند. متشکرم. خب همه منتظر صدای گرم شما و ساز شیرین و پنجه لطیف آقای فرنگی شریف هستم. بنده حاضرم. خواهش می‌کنم.
حبیب من نگهش سوی دگر بودا نگهش سوی دگر بودا نگاهش کردم دیده روشن به صفای رخ ماهش کردم حبیب من تا برم ره به دل اون گل خندان چون آسیب گاه و بیگاه گذر بر سر راهش کردم اما
پریشان دلم آرام نیاد گرچه زندانی شب‌های سیاهش کردم خیلی متشکرم آقای ایرج و آقای شریف که بزم ما حال و رونقی بخشیدید. خیلی متشکرم. من یادم رفت که در آغاز برنامه عرض بکنم، یعنی آواز آقای ایرج، که اشعاری که ایشان میخوانند از احمد گلچین معانی است. به هر حال حالا عرض کردم و شنوندگان بدانند که 3 بیتی رو که آقای ایرج خواندند از آقای احمد گلچین معانی بود. خیلی خوب. حالا نوبت آقای نیاز مثل آقای نیاز آواز آقای ایرج رو شنیدند و ساز آقای شریف رو. حالا دیگه قسمت بعد از آواز به عهده ایشونه. نیاز هست که حسن ختامش بفرمایید. ما هم بر سر نیاز این باشه. ما آقای نیاز امیدواریم ایشون بر سر ناز نباشه. آفرین. آقای نیاز، شما نیاز کرمانی، اسم کوچیکتون چیه؟ سعید نیاز کرمانی. آدم وقتی مثلا شما رو از دورش بده میشنوه نیاز کرمانی، شما مال قرن 8 اینه. نیاز به خواجو میبرده. مثلا خواجوی کرمانی، نیاز کرمانی، در حالی که آقای نیاز بین 25 و 6 تا 30 هستن. بله به حال مال قرن 14 هجری و قرن 20 قرنی است. ولی واقعیت رو نفهمیدم بین 25 تا 30 حالا ما چیکار داریم؟ اینا رو بس معماوار رد بشیم چون اگه دلشون بخواد 23 ساله بمونن ما نمیدونیم. ولی این رو تصدیق بفرمایید که اگر واقعا طنزهای آقای سهیلی نباشه، شعر ما هم زیاد لطفی به برنامه نمیده. سخن از زبان ما میگویی. عکسش صادقه آقای دکتر صبور و محبت. متشکرم. بفرمایید. منم 2 تا غزل دارم که یکی رو خودم عرض میکنم، یکی رو آقای رضاییان زحمتش میکشم. خواهش میکنم. محبت. هوس لعل لب بوسه خواه او ریزد، شراب ناز ز جام نگاه او ریزد. آفرین. استدعا میکنم اینو مکرر. غزل‌های آقای نیاز خیلی خوش لفظ آقای دکتر صبور. درست. خیلی متشکرم. هوس لعل لب بوسه خواه او ریزد، شراب ناز ز جام نگاه او ریزد. آفرین. خدا به داد دل شکستگان برسد، که فتنه ها ز 2 چشم سیاه او ریزد. بسیار به حیرتم که به پیشش چرمغان آرم، گلی که باد صبا گل به راه او ریزد. شعر قربان ارمغان ببرید بهتر از هر گل. به حیرتم که به پیشش چرمغان ببرم، گلی که باد صبا گل به راه او ریزد. امیدوار از آنم که باده امید، به جام من نگه گاه او ریزد.
عجب مدار گر امشب به روز میماند، فروغ مهر ز رخسار ماه حوری زد. آفرین. لبش به بوسه گرفتم نیاز دانستم، هوس لعل لبه بوسه خواه حوری زد. دومیشم غزله دیگه، بله غزلی است که خب غزل خداحافظی است در معنا باید آخرین غزله. پس آقای شریف لطف می‌فرمایید. بیا بیا بنشین جان من برای دل من، بیا بیا بنشین جان من برای دل من، مرو که بشنوی از ساز من نوای دل من. بلا کشیده هجرم، بلا کشیده هجرم، ستم رسیده هرمان، به دل فریبی چشم تو ای بلای دل من. اگر چه رفتی و چون گل به دامنم ننشستی، اگر چه رفتی و چون گل به دامنم ننشستی، نشسته خار غمت روز و شب به پای دل من. آفرین، خیلی خوب. سری و این همه سودا، تنی و این همه مهنت، دلی و این همه اندوه و درد وای دل من. آفرین. مکرر باز بفرم. خیلی خوب. خواهش کنم. حالی داری. سری و این همه سودا، تنی و این همه مهنت، دلی و این همه اندوه و درد وای دل من. درون سینه من آتشی بپاست که هر دم هزار شعله برآید ز تنگنای دل من. نداد مهر و وفایی تو را خدای دل تو، چنان که صبر و قراری مرا خدای دل من. خیلی قشنگ. مرو ز کنار نیاز ای همه خوبی، بیا بیا بنشین جان من برای دل من. خیلی لطیف و پر احساس. خانم ژاله آهسته اینجا میگفتن که بیت اولش از زبان آقای شریف بوده، برای اینکه میگه بیا بیا بنشین جان من برای دل من، مرو که بشنوی از ساز من نوای دل من. با ساز آقای شریف با ساز دل آقای نیاز که شعره هماهنگ بوده. بله پس دلشون ساز قشنگی میزنه. همیشه دل شاعر ساز قشنگی. بنده با اجازه شنوندگان و دوستان هم بزم قطعه شعری میخوانم و دفتر بزم امروز رو میبندیم. اما باید عرض بکنم که شعر بنده در این هفته کمی وحشتناکه.
خدا نخواسته باشه مگه شعر وحشتناک میشه؟ بله، حالت وحشت داره. این شعر عنوانش هست خشمگین و این قطعه شعر تابلوی گوشه ای از زندگی یکی از آشنایان بنده است که از زبان او سرودم و دست نقاش خوبی نقاشی کردم. به حال در کار تابلو به معنای تابلوی که طبعا با شعر است و این در شعر من او مرد زندگی میکنه در اون لحظات زندگی. همین دلیل من عرض کردم به دست نقاش خوبی. بله، این مرد آدمی است بسیار بسیار خشمگین و میشه گفت سمبل خشم و غضب و همیشه پس از خشم و فریاد همونطور که عرض کردم مثل هر آدم خشمگین یا اغلب آدم‌های عصبانی به گوشه میره و گریه میکنه. به هر حال نمیدونم تا چه اندازه تونستم که ترسیم بکنم و خیال میکنم موضوع این شعر در شعر پارسی تا اونجا که بنده اطلاع دارم 20 سال باشه. این رشته های دوزخی استخوان گداز پیچنده اژدهاست، عصب نیست در تنم. در زیر پتک های گران سنگ زندگی چون رعد می خروشم و فریاد می زنم. ژرفای وهم خیز جهانی پر از هراس روز مرا سیاه تر از شام کرده است. دستی درون کالبد سخت جان من افعی نهاده است و عصب نام کرده است. گیتی اگر بهشت بود من جهنمم. فریاد از این عصب که بود اژدهای من. ضحاک عصر خویشم و گر نیک بنگری اعصاب زخم خورده من مارهای من. طوفان خشم من چو به جنبد ز موج خیز دیگر به یاد مردم دریا نورد نیست. آن لحظه ای که شعله کشد برق خشم من هرگز به فکر خشک و تر و گرم و سرد نیست. سوزان و شعله خیز و توان سوز و بی امان خویی که گاه می شود آتش فشان مراست. هنگام خشم کودک افعی گزیده ام. تابم به جسم و آتش سوزان به جان مراست. همچون بنای زلزله دیده دقیقه ها می لرزم و ز سینه خود می کشم غریب و از چشم من شراره جهت همچو اژدها خون می دود به رویم و گردم به شکل دیو. گاهی ز دست خشم چو غرنده تندرم وین نعره های من فکند لرزه در سرای. دردان کودکم بکشد داد با امان بیچاره همسرم بزند بانگ با خدا. فریاد میکشم ز جگر همچو بانگ رعد گویی سرای کر شود از نعره های من. آنسان که بمب لرزه به شهری برافکند لرزند شیشه ها ز طنین صدای من.
آن لحظه هر که بر رخ من بنگرد ز بیم فریاد میکشد که بشر نیست اژدهاست. فرزند من به دامن مادر برد پناه، که ای مادر این پدر نبود او بلای ماست. در این نبرد تا که شود خسته دیو خشم، رو می کند سپاه ندامت به سوی من. اهریمن غضب چون نهد روی در گریز، پا می نهد فرشته رحمت به کوی من. آنگاه می نشینم و شرمنده از گناه، سر می نهم به دامن خجلت ز کار خویش. خواهم به دست یاری چشمان اشک بار، آبی زنم به چهره اندوه بار خویش. خواهم به دست یاری چشمان اشک بار، آبی زنم به چهره اندوه بار خویش. شنوندگان صاحب دل، بنده به همراه میهمان ارجمند آقای دکتر حسن اسماعیل بیگی و شاعران گرانمایه آقایان دکتر داریوش صبور، هاشم محجوب، نیاز کرمانی، خانم ژاله، آقایان رضاییان، امیر نوری، فرهنگ شریف و ایرج، با همه شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما بخت پیروز و دل شاد آرزو می‌کنیم. روز بخیر.